فکر نمی کنی این کلمات زهراگین تو تیرهاییه که روح و روان یک عده افراد رو تا آخر عمر جریح دار میکنه. زخمهای نیزه به گردد به دارو، ولی زخم زبان را نیست دارو. گاهی یکی زخم شمشیری خورده بخیه‌ای میشه، پانسمانی میشه، دارویی میخوره، زخم فراموش میشه، زخم التیام پیدا میکنه. ولی گاهی وقتا یکی با زبانش همزه لمزه، با زبان تند تیزش طعنه، تشنی، ملامت، عیب جویی، غیبت، با این زبان خودش گاهی وقتا زخمی رو به روح و روان یکی وارد کرده که تا آخر عمر او خوب نمیشه.